دخترها زیاد رمانتیکن، طبع لطیفی دارن، بسیار حساسن، حالا یا به خاطر جنسیتشون یا به خاطر روحیه‌شون. فیلم اکشن داره نشون میده تو سینما، طرف با یه دونه ساتور، اونم با چاقو کار داشت، خون و خونریزی، دختر ردیف جلو میگه چه کابینتای خوشگلی دارن. این توی فاز دیگه است. واکنش هاشون و نظریاتشون نسبت به یک سری موسیقی ها، نسبت به یک سری فیلم ها بسیار متفاوت و متمایز. برای مثال بعد از دیدن یک فیلمی مثل تایتانیک، فیلم تموم میشه، نگاه میکنی دختر یه جعبه دستمال کاغذی رو تموم کرده و همچنان داره اشک می‌ریزه. چقدر فیلم رمانتیک و عاشقانه، چه عشق خالصی، خدا ان شاءالله یه همچین عشقی و نصیب کنه. بعد پسر رو داشته باش، الان میخورم به کوه یخ دهن همشون زده. زنی یه مدت صحبت میکرده با یه نفر، گفته اینترنتمون قطع شد، اومدم بیرون دیدم وای خونه به هم ریخته است، جمع و جور کردم، آشپزی کردم، ترتمیز کردم، کم کم داشتم به شوهرم هم علاقه‌مند میشدم، یهو دیدم اینترنت هم وحش شد، دوباره